حجت دانستن ائمه بر تمام مخلوقات. بله، همچه حدیثی نقل میشه که ما حجت‌های خدا بر خلق هستیم و مادرمون حضرت فاطمه علیها السلام هم همین مضمون بود دیگه. بله، حجت بر ماست. یک معنا از معانی که در ارتباط با این حدیث به نظر میاد اینه که حجت به معنای دلیل و ائمه معصومین علیهم السلام همشون حجت‌های الهی هستند، یعنی دلیل‌هایی هستند برای خلق در ارتباط با خداوند متعال. بینندگان عزیز، الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. پیامبرانی مژده‌رسان و بیم دهنده برانگیختیم تا مردم پس از فرستادن پیامبران حجتی در برابر الله نداشته باشند و الله غالب با حکمت است. و در دین اسلام به دلیل این آیه پس از پیامبران علیهم السلام کس دیگری حجت نیست و جز ایشان به کسی وحی نمی شود. ولی در مذهب آخوندان رافضی هر امامی حجت و هر آخوندی حجت الاسلام است. اگر جز انبیا علیهم السلام حجت و دلیلی وجود می داشت، پس چرا الله متعال در روز قیامت فقط انبیا علیهم السلام را شاهد و دلیل بر مردم می گرداند و از ائمه نام نبرده است که ایشان هم در روز قیامت شاهد و دلیل بر مردمند؟ الله متعال می فرماید: و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. و روزی که در میان هر امتی گواهی از خودشان بر آنان برمی انگیزیم و تو را ای پیامبر بر اینان گواه می گیریم و کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و وسیله هدایت و مایه رحمت و مژده‌رسان مسلمانان است. و اگر جز انبیا علیهم السلام حجت و دلیلی وجود می داشت، پس چرا امام علی رضی الله عنه فقط انبیا علیهم السلام را حجت می داند و از ائمه نام نمی برد؟ در نهج البلاغه خطبه 144 آمده است که امام علی رضی الله عنه فرمودند: بعث الله رسوله بما خصهم به من وحیه وجعلهم حجة له على خلقه. الله متعال پیامبران خیش را فرستاد و وحی را مخصوص آنان گردانید و آنها را حجت خود بر مخلوقات ساخت.